بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب الحمد لله، خوش آمدید به درسی 12 تحفت-ul-Atfal که охирон درسی ما می باشد. ان شاء الله این درس را با سوال جواب آغاز میکنیم. این از سوال ها اول شاگردان جواب می دهند و پس از جواب دادن آنها به جواب ها نظر خواهیم کرد. خب اکنون شاگردان جواب های خود را پیش کردن، نظر میکنیم به جواب های این سوال ها. سوال یکم در مورد مد متصل بود که مد متصل چگونه تعریف داده می شود، چگونه تعریف کرده می شود. مد را گفته می شود وقتی که حرف مد با همزه در یک کلمه جمع می شود، پیدا می شود و به مقداری 4 یا 5 حرکت مد کرده می شود. یعنی که پس از یکی از حرف های مد اگر همزه بیاید. مد منفصل عین چیز هست، اما وقتی که حرف مد در آخر یک کلمه و همزه در اولی کلمه دیگر می آید و به مقداری 4 یا 5 حرکت مد کرده می شود. مد صله کبرا وقتی که های ضمیر یا اینکه های کنایه که گفته بودیم بین دو حرفی حرکت دار یا متحرک قرار می گیرد یا قرار گرفته بعد آن همزه می آید و به مقداری 4 یا 5 حرکت مد کرده می شود. مد صله صغرا وقتی که های ضمیر بین دو حرفی متحرک قرار گرفته بعد آن همزه نه بلکه حرف دیگر می آید و به مقداری مدی طبیعی یعنی 2 حرکت مد کرده می شود. پنجم این بود که مد عارض للسکون کدام مد را گفته می شود. این است وقتی که مدی طبیعی در آخری کلمه می آید یا اینکه حرف مد اگر گویم این هم یک چیز است. وقتی که حرف مد در آخری کلمه می آید و پس از آن یعنی که دویم охирон می آید و پس از آن حرف ساکن قرار می گیرد که در وقتی وقف کردن یا ایستادن مد کرده می شود، کشیده می شود. 2 4 یا 6 حرکت. ششم مد لازم به 4 قسم تقسیم می شود. کلمه مثقل، کلمه مخفف، حرف مثقل، حرف مخفف. و حرف هایی که هفتم سوال این بود که کدام حرف ها به مقدار 6 حرکت مد کرده می شوند، یعنی حرف هایی که در اول سوره ها هست. حرف هایی که در رمز نقص عسلکم یا سنقص علمک که شاگرد جواب داد، در همین رمز که جمع می شود همین 8 حرف باید که به مقدار 6 حرکت مد کرده شوند. و هشتم سوال این بود که کدام حرف های مقطعات به مقدار مد طبیعی مد کرده می شوند. جواب این بود که حرف هایی که در رمز حی طهور جمع شدند به مقدار 2 حرکت باید مد کرده شوند. و نهم سوال این بود که الان مثال کدام حکم هست، کدام مد هست. الان مثال مد لازمی کلمه مخفف هست. برای چی؟ برای اون که اولا میبینیم که در یک کلمه قرآن هست و بعدا میبینیم که پس از حرف مد یعنی که الان همین حرف مد ما این الف هست که بعد از همزه می آید و بعد از این میبینیم که لام چی دارد؟ سکون دارد. وقتی که سببش سکون باشد این داخل میشد به مد لازم، چون که در یک کلمه قرآن پس از حرف مد ساکن می آید. این رو گفته می شود مد لازم کلمه مخفف. و این آخران مثال ها انتم یا ایها مثال های کدام حکم هست؟ مثال های مدی منفصل. اینها رو من یعنی بالخصوص خصوصا آوردم، قصدا اینها رو آوردم تا اینکه بسنجم که شما تنبیه رو آیا به یاد گرفته اید یا نه. پس این بود جواب های سوال هایی که دایر به درسی 9 10 و کمی از 11 هم باقی بود. بعضی چیزها اونقدر از درس 11 نگرفتم، اما مخصوصا همین درس های گذشته رو در این سوال جواب ما شامل کردیم. اکنون میگذاریم به درس охирони امروزه که الخاتمه می باشد. اولا از متن آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظم میگوید الخاتمه و تم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا
على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع تمت بحمد الله ربنا. میگوید که و تم ذا النظم، این نظم تمام شد، به انتها رسید، به پایان رسید. بحمد الله، با تعریف الله، یعنی الحمدلله. على تمامه، تا آخرش. بلا تناهی، این بلا تناهی به قول علما برمیگردد به عباره بحمد الله، یعنی که الحمدلله میگویم، تعریف الله سبحانه و تعالی را بیان میکنیم به تمام شدن، به یگان خل انتها، به انتها ما تعریف الله را بیان میکنیم. یعنی که حمدی به پایان من در اینجا نوشتم. یعنی این نظم با حمد و شکر و سپاس الله انجام یافت. کلمه بلا تناهی به این معنا هست که حمد و سپاس چنین هست که به پیوسته، که پیوسته و همیشه به پایان ادامه دارد. میگذاریم به بیتی بعدی. میگوید ابیاته ند بدا لذنها. خیلی یک طریقه جالب رو ناظم اختیار کرده است. میگوید که ابیاتش یا ابیات آن، ابیات جمعی کلمه بیت می باشد که من این رو علاقه تعریف کردم. یعنی که ابیات آن مثل رستنی خوشبو. این ندون بده رو ترجمه کردن آنقدر لازم نیست، اما ترجمه کردن به هر حال که یک جمله معنادار رو برای شما پیش کنم. سوال دارید؟ میکروفون های خود را محکم کنید. اگر سوال نداشته باشید، گپی عاجل نداشته باشید، محکم کنید انشاءالله. به هر حال میگوید که ابیات آن مثل رستنی خوشبو برای صاحبان دانش هستند. تاریخها بشرا لمن یتقنها. تاریخ آن مژده است برای کسی که آن را خوب می آموزد. یعنی که در اینجا این دو عباره‌ای که در درون قوس آورده است، ببینید اینها اصلا چی می باشند؟ اینها اصلا رقم ها می باشند. با استفاده از رقم های ابجدی ناظم به ما به رقم ها اشاره می کند با استفاده کردن از این حرف ها. خب اولا از نقطه های اساسی می گذاریم. ابیاته میگوید بیت های این نظم. ندون یعنی رستنی خوشبو، به مانند یک رستنی خوشبو هست. بده که ظاهر شده است. لید نوح برای صاحبان عقل و فهمیشی روشن. تاریخها تاریخ نوشتنی این نظم. بشرا لمن یتقنها یعنی این بیت ها بشارت و شادمانی هست برای کسانی که آن را یاد میگیرند، حفظ میکنند و میفهمند. در اینجا یک توضیح مهم هست. ناظم در بیت ندون بده به شماره بیت های نظم اشاره کرده است و در کلمه یا در عباره بشرا لمن یتقنها بشارت برای کسانی که این را خوب یاد میگیرند به تاریخ نوشتن این نظم اشاره کرده است. چطور؟ حاضر میفهمید. حرف ها در زبان عربی در حساب رقمی استفاده می شوند که به این ترتیب هست. ببینید در اینجا من تمامش رو برای شما پیش کردم. یعنی که رقم ها، یعنی که حرف های زبان عربی برای رقم ها هم بعضا استفاده می شوند. از این سبب است که بعضا در کتاب های علمی می بینید که مثلا وقتی که یک لیست پیش می کنند، لیستی حرف ها یا هر چیزی که باشد، مثال ها اگر پیش آید، این گونه میمونند. الف یکمش رو الف گفته میمونند، دومش رو ب، جیم، دال، ه. این گونه یعنی چی میکنند؟ لیست میگذارند. هر مثال رو این گونه حرف میدهند، چون که هر حرف به یک رقم اشاره میکند. حرف های زبان عربی به رقم ها هم اشاره میکنند یا همچون رقم هم استفاده میشوند بعضا. ببینید الف به یک اشاره میکند، ب به دو، جیم به دال،
بخشیش چی گفتم؟ ب به رقم 2، جیم به رقم 3، دل به رقم 4، ه به رقم 5، و به رقم 6. همین خیل تا یه هست که رقم 10 هست. بعد کف می شود 20، لام 30، 40، 50. ببینید هر یک حرف به یک مقدار یا به یک رقم اشاره میکند، تا آن که مثلا داریم شین 300 هست، ت 400 هست، ث 500 هست، خا 600 هست، تا اینکه غین 1000 هست. پس وقتی که ما این ندون بده، عباره ندون بده رو وقتی که ما جمع میکنیم هر یک حرف رو جمعی حرفی بعدی که میکنیم ما میرسیم به رقم 61. چی طور؟ ببینید نون هست، نون به چی اشاره میکند؟ به 50. 50 جمعی دل 4 هست. خب ب 2 هست، دل باز هم 4 هست، الف 1 هست. تمام این حرف ها رو جمع یک دیگر اگر کنیم، همون رقمی که آنها اشاره میکنند، وقتی که آنها رو به هم دیگر جمع کنیم 61 می شود. و 61 این شماره بیت های همین نظم هست. و بعدا وقتی که میگوید تاریخ آن، یعنی تاریخ نوشتنی یا به اتمام رسانیدنی این نظم بشرا لمن یتقنها هست، یعنی که در اصل گرچند که یک گپ خوب میگوید درباره همین نظم، اصلا هدفش گپ خوب گفتن نیست یا تعریف کردن نظم نیست، مژده هست گفتن نیست، بلکه در اصل میخواهد که به تاریخ این اشاره کند. اما با جای آن که خود رقم ها رو استفاده کند و رقم ها یعنی مجبور می شود که بعد ببیند که آیا رقم ها با رقم های بیتی مناسب می باشند، برابر می شوند یا نمی شوند، با جای اون که خود رقم ها رو استفاده کند، یک عباره رو استفاده می کند یا عباره می سازد از همون رقم ها که موافق باشد به رقمی نظمی یا به قافیه نظمی. پس وقتی که ما بشرا لمن یتقنها رو وقتی که ما میگردانیم به ترجمه رقمیش اگر بگویم، این به این رقم ها ترجمه می شود. به مثلا 2 هست، 2 جمعی شین، شین رو ببینید در اینجا شین 300 هست، جمعی 300. و بعدا داریم را که جمعی 200 هست. همین خیلی وقتی که تمام این رقم ها رو که ما جمع میکنیم کلان این می شود به 1198، یعنی که تاریخ نوشتن این نظم سال 1198 هجری می باشد که بسیار این جالب هست، یعنی استفاده از رقم های ابجدی. میگذاریم به صحیفه بعدی. میگوید ثم الصلاة والسلام ابدا علی ختام الانبیاء احمد. این رو ما علاقه گذاشتیم، یعنی از صلات و سلام، از تفصیلات صلات و سلام ما گذاشته بودیم در درسی به فکرم یا یکم بود یا دوم بود، اما باز هم در اینجا بعضی تفصیلات رو که در بعضی کتاب ها نوشتگی شدگی بود من برای شما در اینجا ترجمه کردم. یعنی میگوید سپس صلوات و سلام و سلام یعنی درود ابدا بر همیشه بالا، یعنی بر охирони یا آخرین پیامبران احمد صلی الله علیه و سلم باشد. یعنی همیشه درود و سلام بر خاتم انبیا و رسولان، یعنی احمد که یکی از نامهای پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. خب بعضی توضیحات، این تنها برای فایده شما هست، ضرورت نیست که این رو حفظ کنید. تنها بعضی تفصیلات رو بعضی کتاب های عربی نوشته بودند، من همانها رو با شما ترجمه کردم در اینجا. طوری که قبلا ذکر شد، صلات از جانب الله برای پیامبر صلی الله علیه و سلم به معنای رحمت است و گفتند یعنی که وقیله و این چنین گفته می شود که این همچنین به معنای ستایش پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد ملائکه مقربین است. از جانب ملائکه ها که باشد، یعنی که اشاره به آیت قرآن هست که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. یعنی که از سه جانب یا از جانب سه طرف صلوات
فرستاده می شود به پیامبر صلی الله علیه و آله از جانب الله و فرشتگان و بندگان. پس از جانب هر یک این طرف ها چی معنا دارد؟ پس از جانب ملائکه ها که باشد صلات به معنای استغفار برای پیامبر صلی الله علیه و آله هست و از جانب بندگان این به معنای دعا برای پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد. اما سلام که هست درود، در این هم خیلی کمی اختلاف می باشد. بعضی یعنی چندین تا اقوال می باشد در این گونه تفصیلات و در این گونه تفسیرها. سلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله به معنای دعا برای حفظی امنیت و سلامتی او در دوره زندگیش، حفظی بدنش در قبر و سلامتی او در روز قیامت می باشد. و قول دیگری هست درباره سلام که سلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله همچون اشاره به حفظ شریعت و سنت او از ضرر دشمنان هست. امام فیروز آبادی در کتابش الصلات والبشر فی الصلاة علی خیر البشر درباره معنای تسلیم که به معنای سلام هست به پیامبر صلی الله علیه و آله گفته است که این معنا دارد که سلام یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی بر تو باد، یعنی که تو همیشه در خیر و برکت باشی و از همه بدی و مصیبت ها امین گردی. زیرا نام الله وقتی که ذکر کرده می شود آن برای تمنای خیر و برکت و دوری از هر گونه آسیب است. همچنین ممکن هست که سلام معنای سلامتی داشته باشد، یعنی حکم الله برای تو سلامتی باشد، یعنی تو از هر گونه عیب و نقصان ها پاک باشی. پس وقتی که می گوییم اللهم سلم علی محمد، یا وقتی که کلمه سلام، سلم یا صلی الله علیه و سلم که استفاده میکنیم ما گویا که دعا میکنیم که الله دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم امت و ذکر او را از همه نقصان ها حفظ کند تا که با مرور وقت دعوت او بیشتر شهرت یابد، امتش زیاد شود و ذکرش بلند گردد. که بسیار یک تفصیلاتی و تفسیری زیبا پیش کرده است. ادامه می دهیم و این ادامه دارد، یعنی که در اینجا دعا می کند سلام باد بالای والآل و صحبی برای آل محمد، اهل بیت یعنی محمد صلی الله علیه و سلم و این چنین اصحابش و کل تابعین و هر پیروانش و کل قارئین و هر کسی که قرائت می کند. قاری هست، قاری چه نظم باشه چه قرآن باشه، چه طوری که در تفصیلات ذکر می کنم، و شنونده و کلی سامعی و هر شنونده. ناظم این چنین دعا می کند که اینجا صلات به معنای دعا هست بر آل پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بود که در بیت دوم این نظم توضیح داده شد. و این چنین دعا می کند بر صحابه ها که رضای الله سبحانه و تعالی بر آنها باد و بر هر کسی که آنها رو پیروی می کند و بر هر قاری این نظم و هر شنونده آن. و این چنین بعضی علما گفتند که این دعا یعنی قاری و شنونده این به قاری قرآن و شنونده آن نیز دعا می کند، چون که این نظم اصلا مقصدش همین است که انسان قرآن رو درست تلاوت کند و درست تطبیق کند احکامی تجویدی را. پس این است پایان درسی تحفة-ال-أطفال، نهاية نظم تحفة-الأطفال. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. خب از الله سبحانه و تعالی دعاگوی هستم که این درس ها برای تمام شما شاگردانی که در مدرسه دارول علمی بخارا میخوانید و مستقیما درس ها را لایو گوش میکنید، برای شما هم و برای کسانی که از طریق یوتیوب یا از طریق کانال تلگرام گوش میکنند، برای تمام شما مفید باشد. امیدوارم که مفید بود، فایده آور بود، واضح بود و در مورد احکام تجویدی چندین چیزهای نو را آموخته باشید. امین. انشالله دعای کوتاه میکنیم و درس را در همینجا به پایان میرسانیم. و از الله سبحانه و تعالی این چنین دعاگوی هستیم که اگر خطای از ما سرزد شده باشد، خطای رخ داده باشد، الله سبحانه و تعالی ما را ببخشد و این خطاگی ها را برای گوش کننده و برای شاگرد واضح گرداند از دیگر راه ها.
آمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.